ما که میبینیم بلال اوتک واقعا فایت های که هیچ باخت ندارن و زیاد نکاوتی زده، همه مسابقه را به نظر نکات دارن. حرکات بسیار دلچسب و جالب برآمد، رقص پای بسیار مقبول، حرکات بسیار مقبول از طرف ورزشکار ما صورت گرفت که واقعا دلچسب است بر خودم و ما امید دارم که به بیننده ایزام دلچسب می باشه. بازم ورزشکار ما چک میشه و رومان جان بسیار تشویق میکنن که حتی صدای من شاید بیننده عزیز شنیده نتونن، صدای هوادارانش بشنون که بسیار تشویقش کردن. بله، یادآوری باید بکنیم که رومان جان قادری هم یکی از بهترین فایترهای ما شماست و بهترین فایتر سازمان ماست که انشالله آینده خوب اردیشان دارند و به اردیشان چانس خوب انشالله میخواد. قسمی که از حرکات دو ورزشکار ما فهمیدم، هر دو ورزشکار ما بلال جان و رومان جان قادری ورزشکارایی هستند که دارای فیزیک بسیار خوب می باشند، رقص پای بسیار خوب، فیزیک بسیار بالایی دارند. شما میبینید که هواداران بسیار تشویق میکنند ورزشکاران و هر دویشان دارای فیزیک بسیار بالایی دارند. قبل از اینکه فایتشان آغاز کنند حرکات بسیار مقبولی را نیز انجام دادند. باز هم توسط داور مرکزی رنگ یا میدان برشان هدایت داده میشه و چک میشن که کدام مشکل نداشته باشند. استاد نصرت، داور مرکزی میدان ما کی است؟ بله، ما قسمی میبینیم که استاد رحمت الله چکری مشاور ارشد ما است و این دور مسابقات داور مرکزی هم است، یکی از داورای خوب ما و شماست و استادای خوب ما و شماست. امیدوار هستم که در این دور هم داوری خوبی را به نمایش بگذارد. بلال جان اوتک یکی از ورزشکارایی است که 19 سال عمر دارد، 61 کیلو وزن دارد و با قد 170. استاد نصرت، چطور است ورزشکاران ما چگونه کار میکنند؟ رقص پای بسیار مقبول دارند. بله، پوزیشنی که هر دوشان داره خوب پوزیشن دارن و رقص پای بیننده تمامش دارن. انشالله امیدوار هستم که خوب یک فایت را بکنن. بسیار خوب. در جریان تمرین برآمد و رقص پای چقدر مهم است استاد نصرت؟ بله، ما شما میبینیم فایت مکمل از رقص پای ما شما جو میشه. یک فایتر باید خوب رقص پای داشته باشه، رفت خوب داشته باشه، باید گیری داشته باشد که حریف تاند زمین ببرد. بیننده عزیز، شما زحمات استادان را میبینید که بالا زحمت کشیدن، حرکات متعدد را برشان آموختن، تکنیک و تکتیک بسیار بالای و امروزه شما شاهد هستید که هر دو ورزشکار ما بلال جان اوتک و رومان جان قادری از حرکات بسیار خوب استفاده میکنن، رقص پای بسیار مقبول، برآمد، گرفت، سب میشن که به اصطلاح ورزشی رشته فری فایت می باشد. استاد نصرت، څنګه د ورزشکاران ډیر په څو باندې تخنیکونو باندې دوی پوهیږي، تخنیکونه بیلابیل تخنیکونو باندې دوی ګټه اخلي؟ بله ګورو چې قادري غواړي چې سب نشان ونیسي خپل حریف او تسلیمي کې نو لاندې حریف نه پرېږدي چې هغه سب نشان شي، قید شي. نو ګورو چې څه کېږي، ټول کنټرول قادری سره د فعلا ګورو چې لوبه مخته څنګه روانه. قادری هم ډېر ښه بوکسونه واره، امتیاز اخلي او ډېر ښه قید کړی د خپل حریف. استاد نصرت، یک چیزی را که من متوجه شدم، دست یک ورزشکار ما را دست دیگر ورزشکار دیگه مدتش محکم گرفته. چرا استاد؟ بله، با مشت که باید مزاحمت باید داشته باشه، کنترل از پایین باید داشته باشه، قید باید بکنه حریف خود را. مشت که یا اضافه میگیرن او را قید کردن ان شاء الله. حرکت را که فعلا گرفته استاد، چقدر موثر خود به خاطر امتیازگیری دو ورزشکار ما؟ بله، حرکتی که گرفتن فعلا قادری در حالت امتیاز گرفتن است و میخواهد هم سب نشان میگیره و هم امتیاز بگیره. نو فعلا در نفع بازی در نفع قادری روان است. بله بیننده عزیز، باز هم حرکاتی است که از طرف دو ورزشکار ما انجام میشه، حرکات متعدد استفاده میکنن و میخوان که یکدیگر را مغلوب بسازن و برنده مسابقه شوند. استاد نصرت، دوی لوبه هم دیر پر رنگ کده، یعنی دست چرخش نلری، سوق وهنه پک نشته، ولی ساده دوی هدف اسی؟ بالکل، فعلا لوبه موږ سګورو نو کنټرول یو فایټر لاس کې ده، یعنی لوبه ټوله د یو فایټر لاس کې ده. قادري نو لاندې فایټر په دې ته تلاش کوي چې باید هم سب نشان نه ځان خلاص کړي و هم تسلیم نشي و هم د لوبه ځان د دې حالت نه ځان وباسي. نو موږ داور هم ډېر په هغه کې ده چې تر څو لوبه ډېر دقت ګوري چې تر څو حریف ته کوم زیان ونه رسېږي او زر سټاپ وکړي. په کوم حالت کې فاول نیول کېږي؟ څنګه؟
په کوم حالت کې استاد نصرت فاول نیول کیږي چې فاول یې وهه حالت چې کله هغه وختونه کې فاول ول کیږي چې مثلا په کوم ځای کې ویښتان اوسي سر شاته فاول ده سر کې فاول ده او بایزه بنده بایزه ده دې کې فاول ده نو چې موږ ګورو دلته ځینې فاولات در سره کوي خو هماغه بیا داوران خپله نوټ کوي سره داور کنار استاد نصرت فاول زدن یک ورزشکار در امتیازش تاثیر داره یعنی از امتیازش کاهش پیدا میکنه کاهشته میشه بله امتیازی که مثلا فایتر که فاول میزنن امتیازش در منفی میرد و امتیازش کم شده میره و کسی که فاول نمیزنه و او کنترل یا مثلا دفاع داره اون باز فایت چیز میکنه بله بیننده عزیز بازم شما را تصویر میبینید که هر دو ورزشکار ما بلال جان و تک و رومان جان قادری در روی رنگ کار میکنن و همین رنگی است که ورزشکاران ما را هویدا میسازد تمرینشان از زحماتشان از تلاشایی که در همه قدر وقت کردن استاد نصرت حتما ورزشکاران ما قبل از مبارزهشان قرنطینه ورزشی هم بودند یعنی قبل از اینکه رو به مسابقات در قرنطینه میشن اینا بله ما قرنطینه تمرین میباشد غذایی میباشد باید فایتر که خوب میخواد یک فایتر خوب باشد قرنطینه بکنه تا تمرین بکند و چیزی داشته باشد خوبتر خب قسمی که شما هم دیدین از طرف چکری صاحب اشتباه اینا گرفته شد اشتباه ورزشکار ما که روی رنگ است گفتم که اشتباه کردی و دستش رها کرد و اشتباهگیری هم خیلی مهمه باشه در جریان تمرین در جریان مبارزه فایتشان و شما دیدید ورزشکار ما را قسمی که میبینین ورزشکارایی است که خیلی خوب بازی میکنن یعنی در دقیقه های ابتدایی اینا به اتمام نرسید مسابقهشان دوام پیدا کرد قسمی که شما دیدین که بلال واقعا توانایی خود نشان داد و مکمل راوند دفاعی پیش رفت و بسیار از حالت سکیل را خود نگاه کرد و عریفش هم خوب کارکردگی داشتن قادری صاحب که واقعا خوب مشتای زدن و فایت در کنترل خود داشت استاد نصرت راوند اول پایان رسید بله راوند اول پایان رسید به نظر ما به نفع قادری بود که کنترل خوبی داشت و چنگکی که کرده بود حریف خود نتانست که او از چنگک خود بکشد و حالا که میبینیم هر دو فایتر خسته معلوم میشود و راوند که 5 دقیقه‌ای ما هر راوند داریم باید این مکمل فایت بکنه استاد نصرت په هر راوند کې ورزشکاران باید 100 دقیقې اول بيږي او 100 دقیقې دوی تفریح لري به خو سوال ته دی اشاره وکړه مونږه مسابقات چې دی پروفیشنل باید 15 دقیقې راوند وسی هر یو راوند 15 دقیقې وي او 3 راوند لوبه وي نو په دې خاطر باندې یو 10 ثانیې یا 50 الا 50 ثانیې مونږه دمه لرو د هر راوند مابین کې یعنی توانست که سبمیشن خود کنترل کنه بله نه توانست که عریف خود بانه که سبمیشنش کنه بله بیننده عزیز راوند دوم آغاز شد ثانیه های ابتدایی راوند دوم است و ورزشکار ما با پاهای خود میخواد که عریف خود فریب بده و لگد بسیار زیبا بله بسیار زیبایی بود بله واقعا خوب لگد زد از چانس خوبش استفاده کرد و دفاع عریف نداشت که دفاع بکنه ببینیم کنترل که قادری پرتاب خوبی داشت از طرف قادری واقعا خوب پرتاب کرد خوب فایت میکند و چی باید کرد استاد نصر در چنین لحظه های اساس باید چی کرد بله فایترش باید قادری باید در این حالت کنترل از دست نده و فایتر که پایین است بلال باید کنترل در دست خود بیارد و فایت و نفع خود چیز بکند کار بکند و بخیزد از زیر خواهد باید بکشد زیاد رفت نکند عریف خود باید پایین باید چیز کند و دوستان عزیز ناگفته نبانه که هر دو ورزشکار ما دارای سن 19 قد 170 و با وزنهای یکسان می باشند واقعا بسیار خوب جور آمدن وزنشان هم 61 است بله ما وظیفه سازمان همی است که فایتر با توانایی فایتر و قد فایتر سن فایتر و وزن فایتر ترتیب باید کند و او فایترها را جوره بکنه استاد بعضی از کسایی را که ما در دوره رینگ می‌بینیم مشوره میتن مشوره دادن به یک ورزشکار در جریان فایتش آیا میتونه ورزشکار متوجه شه هم به حریف خود و هم به استادی که براش مشوره میده بله کنترل که اودار که چقدر میتواند حریف را پر انرژی بسازد و مشوره خوبی بدهد
به این خاطر کوچ بسیار ضرور می باشه. استاد نصرت بازی در کجاست؟ ورزشکار ما دفاع نمی کند. بله زره او کنترل از دستش داده و به نظر ما بلال بسیار خسته معلوم می شود. فیزیکی که باید کار است او قسم کار نمی کند و فایتر که بالا قادری نامش است خوب کار میکند، کنترل دارد و هم سب نشان فایتر متوجه داور به این حالت بسیار 100% متوجه باشد که تا استاد نصرت قسمی که میبینیم خستگی ورزشکار ما یک علت داشت، به خاطر خود خسته انداخته به نظر ما که یک سبمیشن بگیره. بله در این شرایط که ما میبینیم فعلا بلال بسیار خسته معلوم می شود و فایتر که قادری است او بسیار از این برخوردار انرژی داره است، خوب انرژی داره. هر دیشان فایت است پیش می رود تا فعلا قادری بسیار خوب پیش رفته و فعلا هم بلال است که کنترل مسابقه را دست دارد. بسیار خوب. واقعا رشته بسیار دلچسبی است. یک بار یک ورزشکار ما قدرت به دست میگیره، بار دیگر ورزشکار ما قدرت به دست میگیره، از یکدیگر امتیاز میگیرن. امتیازهایشان بسیار مختلف است فکر کنم. بله یادآوری نمیشه از مسابقه پروفشنال یک چانس است و یک حالت یک قسم یکی می باشه. خب بازم ما بر اردیشان چانس خوب میخوایم و خدا کنه اردیشان خوب یک فایت میکنه. بسیار حرکت زیبایی انجام داد استاد. سبمیشن تایت دادن، ترینگل سبمیشن که ما میگیم که دست گرفته و گردن گرفته مشترک و بلال هم میخواد که دفاع بکنه تعریف کنه. بسیار حالت خطرناک، بسیار حالت خطرناک. باید داور دی حالت بسیار متوجه دست تعریف باشد و صحت صحیحش باشد که فایتر پایین فایتر کدام سر مش میخوره آیا او میتواند فایت دام بده یا نه خیر. بله دوستان عزیز، شما می‌بینید که ورزشکاران ما واقعا دلچسبانه کار میکنن. رشته بسیار دلچسبی است که واقعا خودم بسیار هیجان زده شدیم که این قسمت که بزرگترین مسابقات برتان به نشر میرسانه و انانسری این گونه مسابقات برتان میکنن و شما میبینید که ورزشکار ما بازم حرکتات گرفته میکنن. بله ما میبینیم سب نشانه داره. واقعا هم قسمی که شما میبینین بلال چون خسته معلوم میشه اما کدام دفاعی که از سب نشانه میکند واقعا غیرتی که میکنن بسیار قابل قدر هستن و ما میبینیم که فایتر چون دو راوند در کنترل خود نداشت اما دفاع خوبی داشت و مسابقه را چیز کردن. و واقعا هر دو ورزشکار ما نمیخوان که تسلیم شان به دیگر، ادامه میتن به بازیشان و شما میبینید که از مشت‌های بسیار قوی استفاده میکنن، لگدهای بسیار قوی. بله میبینیم بازی هم تمام شد. چیز داور وسط هم فایت دید که باید تمام کنن چون خونریزی را چیز کرد و حریف دیگه نمیتونست بلال که مسابقه را پیش ببره. خب بله دوستان عزیز توسط داور مرکزی میدان چکری صاحب محترم شما می‌بینید که هر دو ورزشکار ما را استاپ دادن مسابقهشان و برشان گفتن که یک چند لحظه صبر کنند یا بردن ورزشکار ما. چه خشم استاد نصرت؟ ما فیصله داور می‌بینیم چی میگن. فعلا دکتر دعوت شده داخل قفس که باید دکتر را چک بکند آیا بازی را پیش میبره یا نه. خب ما چیز داور که میبینم برنده قادری است و مسابقه را قادری بود. استاد نصرت چرا بر روی ورزشکار ما یخ میگذارن؟ فایده میکنه برشان؟ بله فایده خوبی داره به خاطر که ضربایی که خوردن ضربا را باید با یخ که هستن تا یک چند مدت از درد و چیزش میکنن. خب بیننده عزیز، شما تشویقایی که هواداران ورزشکار ما میکنن شما میبینید که واقعا خیلی افتخار میکنیم سر ورزشکار ما و واقعا قدرت فیزیکی بسیار بالایی داشت. هر دو ورزشکار ما واقعا ماهرانه کار کردن، مهارت بسیار زیاد داشتن در رشته فری فایت. بله ما قسمی که گفتم فایتر برنده میشود که زحمت کشیده باشد، تمرینات زیاد کرده باشد. ما شما میبینیم که بلال هم واقعا بسیار چون فیزیک از او و معلوم شد که آمادگی خاص برای این مسابقه نداشت و از لحاظ فیزیک بسیار ضعیف شده بود و نمیتونست مسابقه را پیش ببره و خوبتر. و اما یادآوری میکنم که بسیار خوب دفاع داشتن، کنترل مسابقه داشتن. بله دوستان عزیز، قسم شما رو تصویری میبینین
ورزشکاران ما رو واقعا بسیار زیاد تشویق میکنن و واقعا قابل تشویق کردن هم دارن، قابل قدر هستن. ورزشکاران بسیار ورزیده هستند و ما باز هم یادآور میشم ما امید دارم روزی بتوانند این ورزشکاران ما به سطح جهانی بازی کنند و به کشور زیبای ما افغانستان افتخار آور شوند.